ایشون بازیگر 2000ی و از سلبریتی‌های در پیت مزدور جمهوری اسلامی هستن. با هم ویدیوشو ببینیم. شهره امروز اگه تنگه هرمز دستت بود باز میکردیش یا نه؟ من روزی حالم خراب شد که اسم تنگه ترامپ اومد. بذار اینو بهت بگم راستش، اصلا نمیدونم چرا یهو غیرتی شدم، حالم خراب شد. مگه تنگه ترامپ؟ شنیدم که ایشون گفتن که نمیدونم اسم این تنگه باید گذاشته بشه تنگه ترامپ. آقا ما سالها اومدیم زور زدیم گفتیم خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس، درسته؟ گفتیم نگیم خلیج عرب، خلیج نمیدونم چه الان از ذهنم پرید. بله میگفتن خلیج عرب. خلیج عرب. مگه ما همون حالا الانم منم همین من میگم آقا دلم نمیخواد این تنگه بشه تنگه ترامپ، میخوام تنگه هرمز باشه. هرمز به اون زیبایی که خودم هم رفتم دیدم و عشقش بیاد. خب این مزدور که دیدید که امروز حالش از شنیدن اسم تنگه ترامپ خراب میشه، من کل پیجش رو زیر و رو کردم. در دیماه و پس از اون و در اوج کشتار جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نشون نداده و حالش خراب نشده. بدون شک این واکنش‌ها و حمایت‌های این مزدوران از جمهوری اسلامی در ذهن ما میمونه و در روز خودش اینها باید پاسخگوی اعمال و صحبت‌هاشون باشن.